سرخط مهمترین خبرها: پاسخ قرقیزستان به تاجیکستان درباره وضعیت در مرز. روسیه در 4 منطقه غصب کرده اش وضع جنگی اعلان کرد و طالبان ده‌ها اسیر را در پنجشیر کشتند. درود بیننده عزیز، برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 20 اکتبر است. قشون‌های سرحدی قرقیزستان به اظهارات نیروهای مرزبانی تاجیکستان پاسخ داد. روز 19 اکتبر ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان قرقیزستان را به اغوا انگیزی و ناآرام کردن وضع در سرحد دو کشور متهم کرد. مقامات تاجیک گفتند انکار مقامات قرقیزستان هدفمندانه و برای برانگیختن نزاع‌های نو است. چند ساعت پس قشون‌های مرزبانی قرقیزستان حرف‌های جانب تاجیکستان را دور از واقعیت نامید. اداره مرزبانی قرقیزستان برعکس طرف تاجیکستان را به اغوا انگیزی در میان مردم نزد مرز متهم کرده است. نیروهای مرزبانی تاجیکستان روز گذشته چند عکس را نشر کرد و گفت جانب قرقیزستان برخلاف سازشنامه‌های حاصل شده اسلحه وزنین را به خط سرحد می‌آورد. جانب قرقیزستان گفته است این عکس‌ها از ماه سپتامبر و زمان گرفته شدند که قرقیزستان نیروهایش را از مرز پس می‌برد. مستقلانه تصدیق کردن حرف‌های دو طرف مشکل است. هم تاجیکستان و هم قرقیزستان یکدیگر را به کندن نقب و استحکام و آمادگی به مناقشه در مرز متهم می‌کنند. به قول کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از 26 سپتامبر تا 15 اکتبر پهپاد و یا درون‌های قرقیزستان 13 مراتب غیرقانونی به قلمروهای هوایی تاجیکستان در ناحیه‌های اسفره و بابوجان غفور وارد شدند که با ولایت بادکنی قرقیزستان هم مرز هستند. طرف قرقیزستان هم عین همین ادعا را کرده گفته است بعد از 25 سپتامبر 10 حالت ورود پهپادهای تاجیکستان به قلمرو قرقیزستان را ثبت کرده است. رد و بدل‌ها میان تاجیکستان و قرقیزستان بعد از یک مناقشه خونین در مرز زیاد شد. در درگیری چند ساعته که روزهای 16 و 17 سپتامبر سر زد از هر دو طرف 10 نفر کشته و زخمی شدند. دوشنبه و بیشکک یکدیگر را در این کار گناهکار می‌کنند و هنوز هیچ تحقیقات مستقلانه در این زمینه انجام نشده است. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در 4 منطقه اوکراین که قسما زیر نظارت ارتش کشورش می باشد حالت جنگی اعلان کرد. پوتین روز 19 اکتبر در جلسه شورای امنیتی روسیه گفت در منطقه های دنتسک، لوهانسک، خرسون و زاپاروژه حالت جنگی جاری می کند. روسیه آنها را ماه سپتامبر غصب کرد. من قرار را امضا کردم که در 4 منطقه فدراسیون روسیه حالت جنگی جاری می کند، افزود او. این تحولات در حالی است که رهبری از جانب اوکراین تعیین شده در خرسون گفت از این منطقه بیرون بردن ده‌ها هزار نفر شروع شده است. انتقال غیر اختیاری ساکنان به منطقه کشور اشغالگر جنایت جنگی به حساب می رود. برخی رسانه‌های غربی نوشتند که نیروهای اوکراینی به زودی خرسون را از دست روسیه آزاد خواهند کرد. در چارچوب تبادل نوی اسیران بین اوکراین و روسیه روز 17 اکتبر 108 زن نظامی و غیر نظامی اوکراینی به نزد خانواده‌هایشان برگشتند. اکثر زنان اسیر افتاده نقل می‌کنند که نظامیان روس آنها را تحقیر و اذیت می‌کردند و هر روز برای حساب کردن از حجره‌های محبس بیرون آورده می‌زدند. با نقل این اسیران آزاد شده حتی پاسمان‌های زن هم آنها را لط و کوب می‌کردند. جزئیات بیشتر در گزارش زرانگیز نوروز شاه. Алло, мамочка, привет! Спасибо большое! Я в Украине! این اولین زنگ ویکتوریا بعدی رها شدن از اسارت به مادرش است. ویکتوریا بدین را نظامیان روس بعدی بیرون شدن از آزوفستال اسیر گرفتند. ویکتوریا با تغییر لباس نظامی به شخصی میخواست دخترش را از بونکر یا پناهگاه زیرزمینی از تیرباران ماریوپول گریزاند. اما نظامیان روس او را شناختند و بازداشت کردند. الیسای 4 ساله تا زاپاروژه خودش تنها رفت. زود فهمیدند که من نظامی هستم. بعداً کودک را جواب دادند و مرا اسیر گرفتند. از تفتیش گذشته نتوانستم. با همین ویکتوریا از دختر و خانواده‌اش 165 روز جدا بود. در این مدت تنها یک بار به او اجازه دادند که صدای فرزندش را شنود. روز 3 اکتبر زاد روز داشت. به من اجازه دادند به او زنگ زنم.
مثل ویکتوریا 108 زن دیگری اوکراینی از جمله حمایتگران آزوفستال، خدمتچیان نیروهای مسلح، گارد ملی و پزشکان حربی و مرزبانها در اسارت نظامیان روس قرار داشتند. در میان آنها زنان غیر نظامی هم بودند. آنها انسان نیستند؟ بله میزدند. ما را بیشتر زنان آنها میزدند. هر صبح و شام ما را از کامرا یا حجره بیرون آورده حساب میکردند و میزدند. فقط در ولویسک ما را نمیزدند، اما آنجا روحاً عذاب میدادند. ما این همه را تحمل کردیم. هر قدری که میتوانستند ما را تحقیر کردند. من فقط همین را میگویم که آنها فاشیستند. ویکتوریا و همراهان او خوشبختند که رنج و آزار را پشت سر کرده به نزد خانواده‌هایشان برگشتند. اما گروه از زنان دیگری اوکراینی همانا دور از فرزندان در دست نظامیان روس ماندند. زنانی آزاد شده که دهشت اسارت را با چشم خود دیدند، از مقامات خواستند اسیران دیگر را هم زودتر برگردانند. یک طرح پژوهشی مستقر در بریتانیا معین کرده است که گروه طالبان در ماه سپتامبر امسال 27 اسیر را در ولایت پنجشیر کشتند. قبلا ادعا شده بود که این افراد در جریان عملیات جنگی جان باختند، ولی بر اساس گزارش طرح پژوهشی شاهدان افغان، طالبان در جریان حمله به جنگیان جبهه مقاومت ملی در منطقه در پنجشیر 27 نفر را اسیر کرده و بعداً تیرباران کردند. به نوشته اسوسییتد پرس، آمار کشتن اسیران از سوی طالبان از چندین منبع ها به دست آمده است. گروه طالبان که بیش از 1 سال از در افغانستان حکومت میکند، خبرها درباره کشتن اسیران در پنجشیر را رد کرده است. یک روز پس از نشر گزارش درباره کشتن 27 اسیر در پنجشیر، یک مقام ارشد سازمان ملل به ولایت پنجشیر رفته است. ابوبکر صادق، سخنگوی والی طالبان در پنجشیر، گفت پیچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان، با مقامات طالبان در این ولایت دیدار کرد. ولایت کوهستانی پنجشیر 1 سال است که در برابر طالبان استادگری میکند. در این دره نیروهای جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود با طالبان می‌جنگند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 20 اکتبر را فرا میگیرد. در استالیناباد دوشنبه پیشین 20 اکتبر سال 1936 ساختمان ایستگاه راه آهن شروع شد که بعد 30 سال به مکان امروزش در مرکز دوشنبه کوچید. راه آهن در انتقال مسافران و بار به بیرون از تاجیکستان نقشی مهم می‌بازید، ولی سالها استقلالیت با دلایل‌های مختلف از جمله زمان بد شدن روابط سیاسی با ازبکستان یا روسیه و یا در دوره پاندمی کرونا ویروس حرکت قطارها بازداشته شده است. 20 اکتبر سال 2015 بعد 95 سال قتل شاعر تاجیک نقیب خان طغرل احراری در ناحیه عینی مقبره و پیکره افتخاری او گذاشته شد. طغرل زاده فلغر یا عینی حاضره 55 سال عمر دید و او را از آن شاعران کم نظیر می‌دانند که در سبک دشوار بیان عبدالقادری بدیل شعر گفته است. او که انقلاب بلشویکی را خوب قبول کرد و برای مقابله با مخالفان این رژیم بلند شد، خود قربانی تهمت گشت و سال 1920 از طرف عسکران سرخ به قتل رسید. دادگاه عالی تاجیکستان او را بعد 40 سال مرگش سفید کرد و به نشر میراث ادبی او اجازه داد. اکتبر سال 2011 آلبوم گنجینه موسیقی تاجیکی نشر شد که بهترین نمونه‌های آهنگ‌های کلاسیکی شش مقام و ترانه‌های مردمی و کسبی تاجیک را معرفی نمود. کتاب و آلبوم ساخته بنیاد عینی آثار هنرمندان معروف از قبیل اکاشریف جورایف، معروف خوجا بهادورов، برنا اسحاق و آدینه هاشم، ظفر نازیمов، جورابک مرادov، فیروز بهار، زیادالله شهیدی و دیگرها را گردآوری کرده است. قرب روبل روسیه و هم دلار آمریکایی شبانه روز گذشته چندان تغییر نکرده است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی به 1010 سومانی برابر است. 1000 روبل روسی باشد به 162 سومانی عوض می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 20 اکتبر چنین تعیین شده است.
بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی با نشان azadi.org پیدا کنید. نوشتن نظر و پیشنهادهای خود را هم فراموش نسازید. تا فردا در همین وقت و ساعت، خدا نگهدار.